همه ما جمع آمدیم که اینجا تجلیل از استاد گلنظر، تجلیل از سرود ملی، تجلیل از این شاهسری بزرگ کنیم. همزمان طوری که استادا گفتن این یک قدردانی ما از بزرگی این سرزمین و این مردم است که در قطار همه اون افتخارا و بزرگیاش باز مؤلف سرود ملی را پروریده است و انمون روز دل شما، صدای زرفشان، صدای دل هر یکی شما به سرود ملی این ملت تبدیل شد و این خیلی افتخاری بزرگ است. و طور استاد عبدالحمید صمد گفتن در این سرزمین سخن گفتن مشکل است، زیرا فلغر هم نامی بلند هم بامی بلند. بنابراین در اینجا باید احتیاط، من فقط امیر رو گفتنی هستم که درباره صفت‌های سرزمین، ثروت‌های سرزمین، ثروت‌های طبیعی، ثروت‌های انسانی بسیار گفته شد و میگویم من از همون نظر کسبی خود اول میخوام دو فضیلت یا دو رازی همین ناحیه رو گویم که شما از همون میفهمید که ما در کجا قرار داریم. من دو مثال میارم شما ببینید ناحیه عینی چه جایگاه دارد. یکی نشان دهنده بلندترینش، یکی نشان دهنده پسترینش. اگر به تناسب اهالی گیریم که ناحیه عینی حدودا 90,000 نفر اهالی دارد، همین ناحیه در جمهوری از نظر داشتن شخصان دارای معلومات عالی، از نظر داشتن اهل فرهنگ، ادب، علم، معارف، خدمتچیان دولتی، خدمتچیان نهادهای حفظ حقوق در جمهوری یکی از جایهای اولین را اشغال میکنه. یعنی این یک قانونی کادرهای ملی است و این یک توصیف نیست. من این را از ورقه تحلیلی آماری میگویم که پتانسیل ذهنی این ناحیه در مقایسه با تعداد اهالیش 10 برابر زیاد است. بنابراین این یک. دوم آنچه که ناحیه عینی پایین ترین جا را، آخرین جا را اشغال میکند از نظر آسیب پذیری. آسیب پذیری در این سیاست شناسی ما در این نماینده های حفظ حقوق خوبتر میدونن. ما آسیب پذیری در حالت استفاده میکنیم که همین ناحیه از نظر گرایش مردم به حزب و حرکت های غیر قانونی، گرایش به افکار افراطی، به گروه های تروریستی، اکستریمیستی، به قوه های ضد ملی، ضد دولتی، اگر در همون ناحیه زیاد باشه نشان دهنده آمار میگیم ناحیه آسیب پذیر. ولی همین ناحیه عینی با کمال افتخار میگیم که در همین جدول آخرین جا رو میگیرد. یعنی که از همین ناحیه یگان نفر در گروه های افراطی نیست. یعنی در محیط این ناحیه سیاست دولتی جاری است و دستگیری سیاست دولتی و درست برآمدن سیاست دولتی در سطحی خیلی قابل توجه است. بنابراین من میخواستم که همه ما برای همین دو نشان دهنده، یعنی بلندترین نشان دهنده در بخش ذخیره فرهنگی و ذهنی ملی و پایینترین نشان دهنده در سطح گرایش‌های بیرون و بیگانه به رهبریت ناحیه، به مردم ناحیه، به تمام کسانی که در همین ساختن همین محیط سهم دارند تشکر خود را رسانیم.